داشت پول من ندی اصلا. حامد آقا رسیدیم به مرحله جاده کشی. اون بالا چیکار؟ با کی داری میری؟ همین دیری بریم؟ برو بریم. ببین من اینجا رو میگیرم برو بریم. فقط حامد حامد الکشاد حامد نزن. آقا نظرتون چیه راجع به حامد؟ عجب پوستبندیه حامد واقعا تو به میزنی. الان اول هستیم نمای آقای سالیوان، مایک وزافسکی. همچنان داشت پول من ندی اصلا. حامد محسن با پولیش در میاد داره. مایک وزافسکی هم گذاشتیم شاسی کشی تا یه هفته دیگه شاسیش میاد سر جاشو. میریم سراغ صافکاری و نقاشی و کاوری که قولشو بهتون داده بودم برای دیدن بقیه مراحل. پیج منو فالو